الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز میخواهم همراه شما درباره عزاداری یا خود خرافات ها و بدعت های عزاداری، اسلام چی میگوید و ما مردم در مراسم عزاداری چی کار میکنیم یک صحبت داشته باشم. پیش از همه، آیا در اسلام عزاداری وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا اسلام تمام نمودهای عزاداری را منع میکند یا اینکه نه، عزاداری وجود دارد اما در حد حدود خود؟ البته که اسلام تمام جانب‌های حیات را در بر میگیرد و وقتی یک نفری نزدیکت میمیرد، تو میخواهی کسی در نزدت باشد. مدتی هست یک مدت نمیخواهی به هیچ یک از خرسندی های دنیا شریک شوی، یعنی غم و اندوه، خواه و ناخواه تو را فرا میگیرد. برای همین در اسلام عزاداری هست. حتی عزاداری که برای شوهر هست در اسلام فرض است. یعنی ما دو نمود عزاداری داریم. عزاداری برای شوهر که گرفتن عزا برای شوهر برای هر یک زن مسلمان فرض می باشد. این مسئله به اتفاق تمام علما می باشد. در مو آیت قرآن کریم است، الله میگه در سوره بقره: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و عشرا. آنهایی که از شما وفات میکنند و همسران خود را بعد خود میگذارند، باید این زنها 4 ماه و 10 روز انتظاری کشند، یعنی عزا گیرند. نمود انتظاری چگونه است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در صحیح بخاری هم هست، در مسلم هم هست، در تمام کتاب های سنن هست بیان میکنند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشهر و عشرا. زن مسلمان به یگان مرده از 3 روز زیاد عزا نگیرد مگر برای شوهرش که واجب است، یعنی حتمی هست 4 ماه و 10 روز عزا گیرد. در این 4 ماه و 10 روز عزاداری چی کار میکند؟ ولا تلبسوا ثوبا مسبوغا الا ثوب اسب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لباس هایی که زیب و زینت دارد آن لباس ها را نمی پوشد، رنگه و زیب و زینت دار، مگر لباس هایی که رنگ های تاریک دارند یا که عموما لباس های بی زیب و زینت هستند. یعنی زنی که برای شوهرش 4 ماه و 10 روز عزا میگیرد، برایش حرام است لباس های رنگه و با زیب و زینت دار یا نقش و نگار دار پوشیده. هر لباسی که رمزی عزاداری هست، که مثلا در تاجیکستان ما رنگ کبود و سبز را اساسا رمز عزا میدانند، در زیاد کشورهای عرب رنگ سیاهی به یگان زیب و زینت را لباس عزاداری میگویند. یعنی هر یک کشور لباس مخصوص برای عزاداری دارد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم اساسا رنگ را، یعنی لباس رنگه نپوشد، گفتند که به این داخل می شود هر یک لباسی که رمز زیب و زینت است، یعنی لباسی که لباس عزادارانه باید بپوشد. و در دوامش پیامبر میگن ولا تکتحل. و زنی که برای شوهرش عزا میگیرد در این مدت 4 ماه و 10 روز به خود کحل یا خود سرمه نکند. اگرچه مالیدن سرمه به چشم ها جایز است و حتی فایده های زیادی دارد برای روشنی چشم و بیناییش، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی زنی که از درد چشم رنج میکشید، حدیث در بخاری است، میگن در مدتی که عزادار هستی برای شوهر نباید سرمه کنی، حتی برای درد چشم هم. یعنی اگر گفتیم سرمه ممکن نیست، هینا کردن، رنگ کردن موی، تمام نمودهای آرایش با گفت خودمون کسمتیکا تماما در وقت عزاداری ممکن نیست. باز پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ولا تمسوا طیبا الا اذا طهرت نبذه من قسط او اظفر. و این چونین یگان نمود خوشبویی نکند. یعنی زنی که در این مدت عزاداری هست، یگان نمود خوشبویی کردنش ممکن نیست مگر یک مقداری کمی از مشک‌هایی که زنها بعد از حیض پاک شدن برای دور کردن بوی بد استفاده میکردن، مثل قسط و اظفار میگویند که بجای آن در جایهای ما از صابون و از شامپون استفاده میکنن که برای زنی که عزادار هست البته بعد از غسل از اینها استفاده کردنش ممکن است، اما از عطر نه، از عطر نه. پس ببینید که خواهران عزیز، عزاداری خیلی شدید است در اسلام، اما مدت معین. پیامبر گفتن 4 اشهر و عشرا و در آیت قرآن کریم هم چه خیلی که خواندم 4 ماه و 10 روز است. یعنی عزاداری باید
برای شوهر باید فرض است که زن 4 ماه و 10 روز عزا گیرد، یگان نمود زیب و زینت نمی کند، یگان نمود عطر استفاده نمی کند و تا می تواند و اتفاق تمام علما از خانه خارج نمی شود. از خانه خارج نمی شود. در خانه شوهر او انتظار 4 ماه و 10 روز می شود و مگر اینکه در آن خانه استادنش برایش یگان ضرر داشته باشد، خطر داشته باشد یا تک و تنها باشد که او می ترسد یا در یک جای باشد که خوف و مثلا عموما خطرناک است، در این وقت او می تواند که از خانه بیرون شود. در غیر این در وقت عده یا عزاداری 4 ماه و 10 روز از خانه برآمدن ممکن نیست. این عزاداری هست که فرض است، یعنی برای شوهر حتما باید برای احترام شوهر و این چنین برای اینکه مبادا زن البته حکمت دارد حامله نباشد و علل خصوص برای احترام نکاح و زندگی زن و شوهری زن 4 ماه و 10 روز عزا میگیرد. بعد از 4 ماه و 10 روز تمام شدن او میتواند به لباس معمولی خودش برگردد و میتواند حتی شوهر کند. این یکم نمود عزاداری بود که فرض است. عزاداری دوم عزاداری هست که برای خویش و تبار یا یار و دوستان است. در ما حدیث باز در صحیح مسلم بخاری هست، حدیث ام حبیبه که زینب دختر ام سلمه میگویند بعد از اینکه پدر ام حبیبه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم رمله دختر سفیان میباشند، میگویند بعد از اینکه ابو سفیان وفات کرده بودند من به نزد رمله یا ام حبیبه داخل شدم که نامشان رمله یا کنیه یا گفتیم لقبشان ام حبیبه است. به نزدشان داخل شدم که به خود عطر میزدند و میگفتند من اصلا به عطر زدن نیاز ندارم. البته عطر زن عطری هست که بویش خیلی خفی خودش میفهمد، اطراف نه. بعضی گمان میکنن عموما در اسلام عطر زدن حرام است. برای زن عطر زدن جایز به شرطی که آن عطر یا در داخل خانه باشد یا اینکه عموما فقط زن بوی آن را حس کند، دیگر اطرافیان وقتی راه می رود کسی از آن بوی به مشامش نرسد. و زینب میگویند ام سلمه را دیدم که به خود عطر می زدن و می گفتن من اصلا به عطر نیاز ندارم، ولی از پیامبر شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الاخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج 4 اشهر و عشرا. من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن به زنی که به الله و روز قیامت ایمان داشته باشد حلال نیست که از 3 روز زیاد عزا گیرد مگر برای شوهرش که 4 ماه و 10 روز عزا میگیرد. یعنی پدرشان وفات کرده بود، 3 روز عزا گرفتن و 4م روز به خود عطر زدن که دیگر عزای من تمام شد. عزیزان پس از اینجا برای مردها هیچ عزاداری در اسلام وجود ندارد. یعنی در جای ما خیلی که مردها جامعه و طاقه میپوشند و میانبند میبندند و بعضی و حتی سر خود رو مویش رو میتراشند، در اسلام برای مردها یگان نمود عزاداری وجود ندارد. یعنی مردها عزا نمیگیرند. آره غمی درون یا غمی قلبی هست اما عزاداری مرد وجود ندارد. اما زنها خیلی گفتم برای شوهر 4 ماه و 10 روز و برای خویش و تبار و حتی نزدیکانشان یعنی دوستان نزدیکشان اگر خواستند 3 روز عزا میگیرند. 3 روز عزا میگیرند که در این 3 روز میتوانند لباس عزاداری ببر کنند و خیلی که در بالا گفتیم به یگان خرسندی ها دست نزنند. اما این فقط 3 روز است. از 3 روز پیامبر عزاداری رو حرام گفتن. پس اینجا بعضی ها میگن آخر غم و اندوه انسان در 3 روز هرگز دور نمی شود. عزیزان مسئله غم مسئله قلب است و اسلام به دل انسان حکم نمی کند. تو با قلبت غمگین هستی، شاید 3 سال و 4 سال برای یگان نفر گریه کنی، یعنی به یادت آمد آب دیدت ریزد، چندین سال نتوانی او را فراموش کنی. این امر طبیعی است، انسان به این گناهکار نمی شود. مسئله عزاداری ظاهری هست، یعنی دنیا رو ترک کرده فقط لباس عزاداری پوشیده 1 سال و نیم سال و چندین وقت عموما دور شدن از تمام کارهای دنیا. انا این رو اسلام من میکند که پیامبر گفتن حرام است برای شما از 3 روز زیاد عزا گیرید. پس ببینید که امروز عزاداری های ما چگونه است، ما چگونه عزا میگیریم. زنک وقتی شوهرش مرد 1 سال کامل لباس عزاداری میپوشد. برادرش مرد، حتی بعضیا برای امکی، برای تقایی، برای عموما خویش های دور هم 1 سال لباس عزاداری میپوشند، 1 سال توی نمیکنن، 1 سال با یگان، یعنی کلی حیات را 1 سال تعطیل میکنن.
که عموما در اسلام این گونه عزاداری را پیامبر صلی الله علیه و سلم از عزاداری جاهلیت میگویند که کمی بعد درباره صحبت میکنیم. پس این درباره چی بود؟ عزاداری بود که عزاداری مدتی معین دارد، از اون زیادش حرام است و البته با لباس و با چیزهایی که گفتیم. مسئله دوم مسئله تعزیه هست. اکثر خرافات و بدعت ها یا حتی به حرام ها در تعزیه دست میزنیم. تعزیه دادن، یک کس مرد رفته به او تعزیه کردن، دلبرداری کردن جایز است؟ البته جایز است. خیلی گفتم اسلام تمام جنبه های حیات را در بر میگیرد. در ما حدیث در ابن ماجه است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هر مسلمانی که برادری مسلمانش رو در عزاداریش رفته تعزیه کرد، یعنی کسی رو از دست داد و تو رفته به او تعزیه بیان کردی، دل برداری کردی، الا کساه الله من حلل الکرامت یوم القیامه، پروردگار روز قیامت از لباس هایی که لباس کرامت است، یعنی پروردگار انسان های احترام کردهش را با آن لباس هدیه میدهد، همان لباس را پروردگار به شما میپوشاند. یعنی وقتی تو قلب مسلمان که دل شکسته است، تو کسی رو از دست داده است، با دل برداریت رفتی و تعزیه بیان کردی، روز قیامت از نفرانی میشوی که پروردگار تو رو با لباس کرامت گرامی میدارد، قدرت میکند. و اینجا باز پیامبر صلی الله علیه و سلم در نمازهای جنازه اشتراک میکردند و کسی رو از دست داد حتی به خانه‌اش میرفتن. و در ما حدیث در صحیح مسلم است که حضرت عایشه وقتی یگان نفر از نزدیکانشان میمرد و آنجا میرفتن، بعد از اینکه زنها یعنی اطرافیان آمده تعزیه بیان کرده میرفتن، حضرت عایشه خودشان خوراک با نام تلبینه میپختند که از آردیجه و از عسل و از شیر عبارت است. یعنی یک نمود خوراک هست که با شیر و آردیجه و عسل تیار می شود. آن را پخته به خویش و تبار میت می دادند و می گفتند من شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین خوراک رو تلبینه رو قوتی دل یا اینکه قلبی بیمار رو قوی می کند و یک کم غم رو دور می کند گفته بودند، برای همین از این می پختند، از این خوراک می پختند. و این چنین در ما حدیث در کتاب های سنن است، وقتی جعفر ابن ابو طالب یعنی برادر حضرت علی امک بچه پیامبر میمیرند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اصنعوا لآل جعفر طعاما، به آل جعفر، به خانواده جعفر خوراک پزید، فقط اتاهم ما یشغلهم، و آنها مصیبت آمد که آنها حتی به پختن و خوردن الان وقت ندارند. با غم و اندوه انسان وقتی در مصیبت غم هست دیگر او رو چیکار به خوراک پختن و خوراک دادن و خوراک خوردن. برای همین پیامبر گفته بودند که به آل جعفر، به خاندان جعفر، زن و فرزند جعفر خوراک پخته برید. اکنون ببینید در ما تعزیه بیان کردن، حتی خوراک پخته برده به خویش و تبار میت دادن ثواب دارد. و این حتی سنت است که حضرت عایشه انجام دادن، یعنی سنت صحابه ها هست و سنت قولی پیامبر است که پیامبر امر کردند که به خویش و تبار مرده خوراک برید. اما رفته در آنجا خوراک خوردن چی؟ رفته خودت در آنجا نشسته اهل میت خوراک پزند و شما خوراک خورید چی؟ این رو شریعت اجازه میدهد؟ به کدام کتاب فقه نگاه نکنید، از فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شروع کرده به دیگر مذهب ها تمام علما اتفاق هستند خوراک خوردن در خانه میت جایز نیست، حتی بعضی ها میگن حرام است. برای آنکه یک کمند و خوراکی هست که در روز مصیبت به جای اینکه به آنها تو دل برداری کنی رفتی و از آنها گویا طلب داری و خوراک میخوری. دویمن شاید که این حق یتیم است، یعنی از کدام پول آنها خوراک تیار کرده استادن، از کدام درآمد خوراک کرده استادن. چیز دیگر در ما حدیث در مسند امام احمد است، حدیث جریر ابن عبدالله بجلی میگویند ما یعنی صحابه ها در خانه‌ای که از آنجا مرده برآمد رفته جمع شده خوراک خوردن را از نیاحه میدانستیم. نیاحه عزاداری جاهلیت است که پیامبر هم من کردن، هم گفتن من بیزار هستم از آنهایی که نیاحه میکنن، یعنی داد و فغان کرده، گریه کردن و این چنین عزاداری از حد واهمه کردن و در اونجا خوراک پخته خوردن.
پیامبر صلی الله علیه و سلام در جنازه یگان نفر نشسته خوراک نخورده بودند. آره برای میت دعا کرده بودند، برای خانواده میت دعا کرده بودند، به آنها حتی دعا یاد داده بودند، به آنها دلبرداری کرده بودند، اما رفته در آنجا نشسته خوراک نخورده بودند. و صحابه ها چه خیلی گفتم این رو از عزاداری جاهلیت میدانسته میگویند، یعنی خوراک خوردن در خانه میت را. این چونین پس ببینید که در بیگه چور خوراک پختن، در روز جمعه خوراک پختن یا پنجشنبه، در چیل معرکه دادن، سری سال خوراک دادن، در دو عید، عید قربان و عید رمضان خوراک دادن، این همه نمود خوراک ها از کجا در ما هست؟ آیا این خیر برای میت است که این گونه خیر وجود ندارد؟ یعنی تو اگر میخواهی خوراک پزی و صدقه کنی و برای مردم که ثوابش به میت رسد، مخصوص در روز هفت، مخصوص در روز چهار، مخصوص در روز پنجشنبه یا سال نمیکنی. سری سال کردن و یاد مرده کردن میدونیم که از یهود و نصرانی ها هست. اینقدر آنها برای مرده سالشان و روزشان روزهای معین دارند و کارهای مخصوص دارند. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم بجز حضرت فاطمه تمامی فرزندان خود را خودشان به دستشان به قبر مانده بودند. به کسی خوراک نداده بودند که این خوراک دخترم هست زینب، این خوراک دخترم هست رقیه، این خوراک پسرم هست ابراهیم، این خوراک سر سال یا روز مرد همسرم هست. همسران دو همسر پیامبر، سه همسر پیامبر در زندگیشان از دنیا رفته است. پیامبر به یگان همسری خود هم خوراک پخته نداده بودند. خوراک را در روز توی میدهند. عقیقه برای تولد کودک داده می شود خوراک پختن، اما در معرکه عزاداری خوراک دادن، خوراک پختن تمام علما حتی بعضیشون حرام میگویند، یعنی خوردن اون خوردن حرام است که نباید در عزاداری روی و خوراک خوری. اما مثلا از جای دور، از یک شهر دور برای شما مهمان آمد که مهمان گرسنه است، به خاطر اذان، به خاطر اینکه مهمان از راه دور آمد به او خوراک دادن مسئله دیگر. اما معرکه کردن و به همه خانه ها دسترخوان کشودن و رفته در آنجا خوردن، یعنی کسایی که چی اهلی علم باشن، چی اهلی مثلا و گفته خودمون دامالله باشن، چی مردمی عادی وقت نشسته در عزاها رفته خوراک میخورن، یقین بدونن که اون خوراک حرام است، چون این مسئله اتفاقی است. یگان مذهب، یگان عالم، یگان کتاب اسلامی این چیز رو حلال نمیداند. برعکس باید خوراک پخته به خویش و تبار او دهید، به خویش و تبار او دید، نه اینکه به خانه عزادار رفته غم بالای غم در خانه او نشسته خوراک خورد. چیزی دیگر ببخشید درباره گریه کردن است. سبحان الله در ما حدیث است در صحیح مسلم: المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه. مرده در قبرش عذاب میکشد از گریه هایی که به او کردند. اما هر یک گریه مرده رو عذاب میدهد یا گریه مخصوص. عزیزان در مورد حدیث در صحیح مسلم بخاری است، وقتی نبیره پیامبر میمیرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی با آب دیده گریه میکنند. وقتی صحابه ها میگویند پیامبر الله مگر شما اینقدر گریه میکنید، پیامبر میگویند این گریه رحمت الله است، الله با این کسی رو عذاب نمیدهد، الله با این عذاب میدهد. میگویند و زبان خود را نشان میدهند. یعنی گریه‌ای که با دهان گفته گریه میکنید، وای بیچاره من چرا رفتی و میدونیم چی ها گفته گریه میکنن، انا با این هم مرده در قبرش عذاب میکشد، هم انسانی که خودش این گونه گریه کرده ایستاده است پیامبر از او بیزارند. حدیث ابو موسی اشعری هست که میگویند شنیدم که پیامبر گفتند من بیزار هستم از هر زنی که با زبانش گفته گریه میکند، مویهای سرش را میتراشد، من عزادارم گفته، و لباسهای خود را، گریبان خود را چاک میکند، یعنی لباسهای خود را میدراند. من بیزار هستم از این گونه انسان ها. یعنی با زبان گفته گریه کردن در اسلام حرام است و این چنین با صدای بلند، با صدای بلند و با این صدا چگونه مرده عذاب میکشد. اگر مرده وصیت کرده باشد که بعد از من چنین گفته گریه کنید، با صدای بلند گریه کنید، چون او با حرام امر کرد در گناه شریک است و بعد از مرگش هم عذاب میکشد. اما نه، مرده کسی رو چیزی نگفت اما باز خویش و تبارش به این گناه دست زدن، مرده از آن عذاب میکشد که چرا به خاطر من خود را به گناه میزنید. که درباره عالم قبر و چگونه به مرده خبر می رود، عالم غیبی هست که ما فقط به حدیث باید باور کنیم و انسان نمیتواند با عقلش کفت و کاف کند. پس اینجا یکی از امرهایی که حتی پیامبر از آن بیزار هستند
و در اسلام گناه کبیره است داد فیغان کرده گریه کردن و گپ زنان گریه کردن است. بیچاره من، بیملال من، مادری غم دیده من، یعنی گفته گریه کردن با زبان را. پیامبر چی گفتن؟ من هم بیزارم گفتن، هم حتی مرده عذاب میکشد. و اینجا عجیبش این است که حتی عیب میکنن در عزاهایی که کسی گریه نمیکنه داد و فیغان کرده، یعنی عیب میکنن به اسلام که چرا اینها کاری که اسلام حرام کرده است نکرده ایستادن. نباید به خاطر مردم که مردم به عزای ما خندیدن، عزای ما تماما بی آبرو گذشت، یا اینکه عموما عزای ما همان گونه که مردم میخواهند نشد، به این گناه های کبیره دست زد. آیا میخواهیم به مرده کمک کنیم؟ آیا میخواهیم دلسوزی خود را به مرده بیان کنیم؟ دلسوزی که با داد و فیغان گریه کردن نمی شود. دلسوزی به میت، یا اینکه میت در نزد ما عزیز بود، با معرکه کردن و از این طرف تا این طرف دسترخوان کشیدن و 1000 نفر را آورده قرآن خوانیدن نمی شود که در سری دسترخوان خورید و بعد قرآن خوانید. مسئله بخشیدن قرآن به میت چیزی دیگر است که جمهور علما اجازه میدن، اما مقصد من این است که دسترخوانی کلان کشیدن و به مردم روزی 4 و روزی 7 و روزی 30 و 40 خوراک داده بعداً بیاید قرآن خوانیم، گفتن که اینها تماما به اسلام رابطه ندارد، بلکه از عزاداری های جاهلیت است که هم پیامبر نهی کردن، هم به مرده فایده نمی رسد. اما می خواهیم به مرده کمک کنیم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مرده ها دعا می کردن و از اینکه خیلی شوهری وفادار به خدیجه بودن، هر وقتی که قربانی می کردن به دوستان و خواهر و نزدیکان خدیجه خوراک میفرستادن، یعنی گوشت میفرستادن، به خوبی یادش میکردن، برایش یعنی ذکر خیرشان بود. میخواهیم به مرده کمک ما رسد، برایش دعا کنید، برای صدقه کرده بخشید. اون همه معرکه ها رو به یتیم خانه برید، حتی به سربازان برید که سربازان گسنه هم کم نیستن در ما. می توانید به یک خانه کمبغل همسایه برده پولی همون خوراک معرکه رو دهید، این ثوابش میرسد. این در حقیقت آبروی مرده رو در آن دنیا هم بالا میکند، در قلب شما هم. اما نمی شود که با این همه خودنمایی و ریاکاری، با پوشیدن لباس عزاداری و با معرکه های دبدبه و از اینجا تا آنجا کدام آبرودار رو آوردند و او دعا کرد، با اینها ما گوییم که ما برای مرده دلسوزی خود را بیان کرده ایستادیم. نه، ما یک ریاکاری دیگری کرده ایستادیم که نه از این خودمان در نزد پروردگار آبرو میگیریم، نه مرده از این فایده میگیرد. اما اینکه مردم یکی به دهان میآورند، میدانید مردم همه چیز را یک بار میگویند و بعداً فراموش میکنند. اما گناهی کرده ما ثبت شده و نوشته شده در نامه اعمال ما میماند. برای همین عزیزان، این همه بدعت ها، این همه خرافات ها، این همه یک سال این را نخور، آنجا نرو، با این گپ نزن. بعضی ها میگویند بعد از نماز عصر در خانه که عزا هست نباید این کارها کرده شود، یک سال پوره نباید در آن خانه هرگز توی شود. یعنی این گونه عزاداری تعطیل حیات است، یعنی به عقب ماندن حیات. یک نفر را از دست دادیم، گویان یک سال را از دست دادن است که این را اسلام من میکند. بلکه عزایی که پیامبر گفتن برای زنها چه خیلی گفتم یا 3 روز یا 4 ماه و 10 روز می باشد. این بود عزیزان صحبتی من درباره عزاداری. آره چیزهایی بود که در اسلام هست و ما نمی کنیم و این چنین چیزهای زیادی دیگری هم هست که حرام است، از جاهلیت هست، گناه کبیره هست، اما ما آن را انجام می دهیم. پروردگار برای ما توفیق و اخلاص را نصیب گرداند تا که به خاطر الله از این گناه ها دست کشیم و این چنین نگذاریم که با ریا هم برای مرده هم برای خود اینقدر ضرر و اذیت و عذاب بیاوریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.